حالا بخیر بری. ای خو یک جای مقبول است. تو خوابیدی یلماز؟ بخیز دیگه، بخیز که پیش مادرت آمدیم. بیدار شو. حالا نواسا ما زیاد هیجانی شدیم. آی به نظرم این فیلم وحشتناک است. باش که ببینم. بیبی یالماز چه قسم یک فضای عاشقانه آماده کردن. در این تاریکی دروازه ها خودشان باز میشن. بسیار مرا خوشم آمد. توبه من زیاد میترسم بیادر. اینجا خب بسیار یک جای وحشتناک است یالماز. حالا چی بکنی یالماز؟ نواسه ما نباید بترسه. باش ما اینجا را ببینم. هیچ نترس. نترس رفیق. نترس من مثل شعرم رایت هستم. نترس. تو؟ صبر کن یه قسم نکن. صبر کن. این دختر باید یک جای دیگه ببریم. او را تعقیب کرده بودن. اردام امی خانه است. استاد شده پیش روش. استاد باش. تا وقتی که طفله نگرفتیم کسی فایر حالا دوستم آخ سرام. وای خدا. وای خدا سرم. این چه قسم یک فیلم بود؟ کشتن مرا. تو هستی داماد سابقه؟ تو اینجا چی میکنی؟ نه که تو هم نقش بازی میکنی. چطور؟ بگو که بچیم کجاست. گپ بزن. ما چی بفهم؟ ما ابراهیم ندیدم داماد جان. ما در فیلم نقش بازی میکنم. با ما گفتن که سناریو طبیعیه. سناریوی چی؟ تو مرا مسخره میسازی؟ تو دیگه اینجا چی کار داری دینیز؟ بیا دیگه این اتاق خالی است. بگو بچیم کجاست. اگه نیاز باید میبرمت. بگو. نمیفهمم بچهت کجاست. مرا هنرمند گفتن اینجا روان کردن. دست ما یک طفل دادن. گفتم برو در آدرس تسلیمش کو. داخل که آمدم یک نفر از پشت سرم. داماد او طفل ابراهیم بود. چطور؟ ابراهیم بود. حالا بگو نواسیت کجاست. بگو مرا دیوانه نساز. بگو. او را به مرکز ببرین. صبر کو. هر دقیقه مرا به مرکز میبری. چی گپ است دیگه؟ من خودت نفهمیدم.
گوش کن داماد، من حالا به یادم آمد یک تاکسیران بود، او میگفت که باید به مارینا برم، یک مشتری دارم. بیلیف دام ماندن. بیلیف؟ بیلیف دام ماندن اردام، بیلیف دام ماندن. باز از دیگه تشویش نکن دینیز، قبل از اونها حتما میرسیم. آمر صاحب، او خانم اختطاف شدن، دوستش همراه ما، نمبر پلت موتر گرفتم و تحقیق میکنه. درست است فهمیدم، جای موتر تثبیت کرده به من خبر بده. کی هستن اینا؟ کی هستن؟ هم بچه من مادرش اختطاف کردن. کی هستن اینا؟ تشویش نکن دیگه دینیز، هر دوشون رو پیدا میکنیم. حالا دکتر صاحب چی شده؟ خواهرم خوب است؟ به نظرم کدام اشتباه صورت گرفته. امکان داره تذکرهشان تغییر کرده باشه. خواهر شما در شفاخانه ما نیست. پس خواهرم کجاست؟ بچه‌م ابراهیم. به هوش آمدی مقبولک؟ سنم بمب اصلی آل فجار خواد کرد. بچه‌م کجاست؟ امکان نداره. به چشمای خود دیدم تو در کما بودی. همه دیدن تو در انفجار زخمی شده بودی. ها جانم ها. نام من سنم کارای است. بم ضرر رسونده نمیتونه. بچه‌م کجاست؟ بچه ما برم بده لطفا. احمق، زن احمق، تو به خاطر اختطاف بچه می بازی انجام دادی. والله هیچ نمیفهمم. کل چیز مثل یک تصادف پیش آمد. ای که من زیاد خوش شانس هستم یا تو بد شانس هستی، ایره نمیفهمم دیگه. حالا خانم دوست داشتنید بچه ما را اختطاف کرده. ایگه پا باور نداری. خوب از باور نکن. گوشای تا پد کن، چشمایتان بست نکن. اما من بچه من پیدا میکنم. تو شیطان هستی. چی کنم؟ حالا که فرصت از بین بردنت به دستم آمده، چطور میتونم به این قدر آسانی اون از دست بدم؟ نه خیر جانم، بس قصدن علیه همش شکایت کردی. هیچ رقصیت نیستم. بچه ما برم بده. بچه‌م کجاست؟ بچه ما برم بده. طفله برم بیارین، زود کنین. بچه ابراهیمم، بچه مقبولم، بچه ما برم بده. تو هم برو برم زود تیل بیار. مامین جمرایی لیف خداحافظی میکنم. درست است، همین حال میارم. بچه ما برم بده. بیبی سنم، بچه ما برم بده. من بسیار به یک جای دور میرم دیگه، هیچ وقت مرا نخواد دیدی، خواهش میکنم. بچه ما برم. لیف جان، من این قدرم ظالم نیست. چطور میتونم این قدر طفل خورده از مادرش جدا بسازم؟ همین جمرای طفلت یک جای از بین میری. وقتی که تو اینجا در شعله آتش بسوزی، من در بیرون به خاطر کامیابی خود آتش بازی میکنم. کاش که تو بچه مامی بودی. یگانه بدبختی تو ای است که تو بچه ایلیف هستی. سنم صبر کن، ما را از اینجا بیرون کن. کارایی که در حقم کردی، حالا جزایی چه میبینی؟ سنم! آمر صاحب، موتر در سرک دیده شده. درست است، مطلب گرفته شد. سرعت بگی، سرعت بگردم.
باز مرا در یک جنجال بزرگ تو انداختی باید سنم. پیش از گرفتن پیسه در بریش فکر میکردی. لایتر کجاست؟ بچه برم. ایلیپ جان تا همینجا بود. بازم ما برنده و تو ناکام شدی. کلش از دست ماست. کلش از دست ماست. درست از دینیست. بیبی بیادر اونا را صحیح و سلامت پیدا میکنیم. هم ایلیفا هم ابراهیمه. اگه اونا رو چیزی شوا من چی کنم؟ اگه اونا رو چیزی شوا باز چی کنم؟ حالا دیگه عجله که باید از اینجا بریم سنم. کارش همینجا خلاص شد. بچم تحمل کن بچم. کمک کنید. سرم بچه قندم تحمل کن. بچه سنم مورا نجات بده. خدایا اونا رو کجا بردن؟ اونا رو کجا بردن؟ کمک کنید. کمک کنید. بچه قندم تحمل کن. سرعت بگردم. اردام در اونجا آتش سوزی شده. جای موتور مشخص شده. در سرک است. در حال فرار میباشد. خدایا تو همراه ما کمک کن. بچه کمک کنید. یکی ما را نجات بده. بچه تحمل کن. بچه قنده. خدایا لطفاً ما را نجات بده. خدایا پیش دادر میکنم. خدایا کارت بسیار به خوبی انجام دادی. پلیس هستن. حالا دیگه چی کنیم سنم؟ سرعت بگی دیگه. حالا اردام فرار میکنن. سرعت بگی فرار میکنن. تسلیم شوه. موتورتون استارت کنه. استاد کن. کجا میری؟ صبر کن. ریختم. سنم بازم تو؟ بچه کمک کنید. صدام کمک کنید. با نظرم در داخل کسی هست. عجله کنین. زود باشین عجله کنین. در داخل کسی هست. عجله کنین. زود باشین کمک کنین. زود باشین دروازه را باز کنین داخل شوین. عجله کنین اونا را باید نجات بدین. گپ بزن. هیلیف کجاست؟ بچم کجاست؟ نمیفهمم. هیچ چیز نمیفهمم. سنم قسم میخورم از بین میبرمت. ایره با موتر سوار کنین. با کمک همی احمقا اختطافشان کردین. همه را بان محلش میکنم. هیچ کس از دست ما خلاصش کردن نمیتونه. اردام کمک. یک کار کل من از بین میبره. 2356 صدای من بشنوید.
با ما بده 2356 صدای شما را میشنوم. خانه را آتش گرفتم منتظر کمک هستیم. او رو با ما بده. کسی زخمی شده؟ کسی از بین رفته؟ فرار میکنم. سنم اینجا بیا. دیریز لطفا صبر کن. حالا بیا که بریم بیادر. حالا زود باش. کی کار امرای تو کده؟ کی کار کده؟ کی؟ کلید کجاست؟ سنجر تو تا حال کجا بودی؟ در جلسه بودم. سنجر من به قرارگاه زنگ زدم گفتن که تو در اونجا نیستی. هر چیزی رو باید تو بفهمی. دیگه از ما سوال نپرس. یک کلید کجاست؟ کجاست؟ نیست دینیز استاچو ایلیف. آرام باشین قماندان صاحب. در داخل کسی نیست. کسی بله نه. آرام باش بیادر. ما با پالیدن خود ادامه میدیم. آمد سه باز داخلی را پیدا کنیم. ای از ابراهیم است. اونا اینجا بودن دینیز. کجاستن بیادر؟ کجاستن؟ با تمام بخشا خبر میدیم دینیز. تمام جنگل تحت پوشش قرار میدیم. با اوقا وقت نداری مردم. بچه‌م تحمل کن. تو را نجات میدم. نجاتت میدم. باز شو.
کجاستی؟ صدای من بشنوی؟ ایلیف صدای من بشنوی؟ خانمی جان، صاحب ای را حتما پیدا میکنم. پیدایش میکنم و در کنار تو دفنش میکنم. در کنار تو دفن میکنم خانمی جان. دوستا متوجه باشین، تمام جایها را درست بپالین. زیر هر سنگ باید پالیده شود. چند نفرتون از این طرف برین، چند نفر دیگه تون هم از اون طرف. بیا بگین حالا هر چی زودتر باید اونا را پیدا کنین. خوب دقت کنین. لعنتی، حالا دیگه ای از کجا شد؟ شام بخیر. لطفا شناسنامه و جواز سیرتون بتین. ایره در چشمم نگی، بهتر بیا. او خانم مریض ساقا؟ مریض است. شما کارتان انجامتین تا ما زودتر بریم. دمی نزدیک یک شفاخانه است. اگر میخواین که زنگ بزنید. ضرور نیست، شما اسناد ببینید تا ما زودتر بریم. بفرمایید. بازم اگر شما میخواین به شفاخانه زنگ بزنید. چی بالاستی لازم نیست. ببینین باز ما میریم. مثل کو خانم مرد. 62 سی به مرکز، 62 سی به مرکز. یک وضعیت عاجل پیش آمده. بسیار عاجل است، کمک روان کنه. ایسه بیا. تو میفهمی که ما کی هستم ها؟ میفهمی که آرم از چی است؟ حاله شاید در خانه خانمت امرا یک دو طفلت منتظرت باشه تو از نوکری ولی برگردی. با خانه که رسیدی تو را با آغوش خواد گرفتن، اما تو نیست مامور. 62 21 صدای من بشنوی؟ زود باشین موقعیتونه بر ما بگوین. در نزدیکایتان امکان داره واحد ما باشه. لطفاً به اونا تماس بگیرین، منتظر هستن. اگه حاله قسم ادامه بیتی که هیچ چیز نشده، فردا صبحم از خواب که بیدار شدی خواد دیدی که هیچ چیز نشده. اگه کار دیگه بکنی میفهمی فردا صبح زندگی تغییر خواد کرد. فهمیدی؟ حالا برو با کارت برس. برو 62 سی به مرکز. گزارش درست نیست. اینجا همه چیز خوب است. تمام. تصمیمم تغییر که تو را در جنگل دفن نمی کنم. بریم در حولی خانه تو را دفن می کنم. و تو هم خب بیاز خانه تا دوست داری، اما تو نیست خانمی جان. در پیش روی چشمایم خواد بودیم. ایلیف! ایلیف؟ ایلیف؟ ایلیف!
صبر کن این کار نکن لطفاً. سنجر تو را کدام چیز شده؟ چیزی را از من پنهان میکنی؟ باز از شنایی مرا هیچ چیزی نشده، مرا تنابان دگه. پس بگویی چی است ها؟ چی است؟ امرا یک نفر جنگ کردم، درست است؟ راضی شدی؟ سنجر کجا میری؟ سنجر گفتم کجا میری؟ سنجر چی میکنی؟ سنجر چی میکنی؟ حال راحت شدی؟ دیگه از من سوال نپرس، درست است؟ نپرس. حالا دوستا زود باشین، تمام جای‌ها را بپالین. هیچ جایی از نظرتان پنهان نمانه. بیا. الیف تو کجاستی؟ ابراهیم تو کجاستی؟ هیچ نشان از اونا نیست عمر صاحب. از این بیشتر رفتن نمیتونین؟ الیف تو کجاستی؟ الیف تحمل کو تو را پیدا میکنم. الیف الیف دنیز ما اینجا هستیم. دنیز دوستا جمع شوین، زود شوین، پس میریم.
از دریا صدا می آید. دنیز! دنیز از دریا صدا می آید! حالا بیایه! دنیز دنیز ما را نجات بده. دنیز ایلیف دنیز ما اینجا هستیم. ایلیف تو خوب هستی؟ ایلیف بچه‌م کجاست؟ دنیز بچه‌م پیشم بود. او همینجا بود. حالا کجاست؟ نه خیر. بچه خدایا ابراهیم بچه دستایت بالا کن. این طرف ببین. ما کاری نکردیم. شما چی گپ میکنین؟ نزن. آرام باش. شما چی میکنین؟ گفتم که ما هیچ کاری نکردیم. مرا رها کنین. گفتم که کاری نکردیم. تو چطور این کار همراهی نکردی؟ چرا او زن از بین بردی؟ تو قاتل هستی. قاتل سنجر چی گپ است؟ تو خوب هستی؟ من خوب نیستم. هیچ خوب نیستم. ابراهیم خدایم رای ما کمک کن. بچه کجاست ابراهیم؟ بچه بیادر یاب کدام طرف میرم؟ بشنوین دوستا، شما از او را برین، ما از این را میریم. زود باشه. بیادر هر چی زودتر باید او را پیدا کنیم. این لیفت تو همینجا منتظر باش. نمیتونم باید او را پیدا کنم. ابراهیمه. درست است. حتما چیزی را پیدا کرد. این لیفت را تعقیب کن. تو کجا میری؟ تو همراه او برو. گپ ما گوش کن. این لیفت از طرف یک صدا می آید. ابراهیم ایلی فچلا که ابراهیم اونجا. ابراهیم بچه ایتا کلی متوجه باشه. لی زود باشه طفله بگیرن. زود باشه.
بچه خدایا شکرت که ابراهیم نجات یافت. بچم بچم بچه ابراهیم بچه بچه گلم. بچه قلم بچه بچه خدایا 1000 بار شکرت. خدایا شکر که بچه پیدا شد. بچه خدایا بچه بچه هر کاری که انجام دادیم به خاطر تو بوده، به خاطر خوشبخت شدن همراه تو. اما تو همراه ما چی کردی؟ به خاطر دور ساختن ما از خود مرا تعقیب میکنی اما تو نیست. دینیز مرگز اجازه را برات نمیدم. تا آخرین نفسم هرگز برات اجازه را نمیدم. تو را از بین میبرم. کدام چیزتان خونه مانده؟ من همه چیز از اونجا انتقال دادم. نه خیر چیزی نمونده. لباس های ابراهیم که تبدیل کنم راحت میشه. شکمشم سیر کردم اما تو نیست. بچه قندم، بچه نازم، چقدر قند هستی تو. از سنم کدام خبری است؟ ده همه جای میپالنش. اردام امر تلاشی خانه قدرتکارای گرفته. به زودی سنم پیدا خواهد کردیم. هر کاری که کت چوب بودم در مقابله همه کارایش به هیچ کسی چیزی نگفتم، اما این دفعه تو نمیشه. کم مونده بود بچه ما از بین ببره. اگه تو او را ببخشی یا من بخشیده نمیتونم. هیچ کس او را نجات داده نمیتونه. او بیادر سنم نیست؟ خانم سنم، کسی در مورد ما چیزی نپرسیده؟ نه خیر. پلیس آخه اینجا نامده بودن؟ بسیار خوب. برو زود باش مادرم صدا کن، اما پدرم نشنوه. حالا زود باش. دختر چرا طرفم سایل داری؟ نشنیدی؟ گفتم برات کجله دارم. خانم سنم در خانه کسی نیست. چی؟ یعنی چی؟ در پارکینگ موتر پدرم استاده است. خانم جبه تفریح رفته. پدرتم دیروز برآمدن از نامده. من در خانه تنها بودم. نه خانه چیه پس؟ ببینین مامور صاحب، ما بیازو از شفاخانه آمدیم. هویت او را غلط تثبیت کرده بودن. از زمانی که انفجار صورت گرفته هیچ خبری از خواهرم نداره. پس قسمت ها زیاد به خاطر خواهرت با تشویش هستی نه؟ چی میکنی احمق؟ بس کنین، لطفاً آرام باشین. اگه زیاد تشویش داری برات میگم خواهرت در جای پلیس ها میپالند و زودتر این فرصت دستگیرش میکنه انشالله. ابراهیم او اختطاف کرده بود. دیشب کم مانده بود که ما را از بین ببر. آی خدایا توبه، این دختر دیوانه شده. این قسم خدا حق به جانب گرفته مرا قهر نساز. شما کلتان همه قسم هستین. سر قدرت کارای زیاد باور دارین نه؟ اما به زودی هم شما را نجات دادن نمیتونه. گوش کن قماندان، اگر زیاد با تشویش هستی ما یک چیز به تو بگویم. بگو. میفهمی که در این زندگی بیشترین نفرت از کی دارم؟ از قدرت کارای. اما بعد از او تو هستی. صبر کن. دیوی صبر کن لطفاً. دیگه نبینم که پشت لیفه گرفته باشی. اگر نه باز برات خوب نخواد شد. فهمیده شد؟
خانمی جا نترس. بزودی یک دوست برات در کنارت میارم. اردویتان در اینجا خواد پوسیدن خانمی جا. مام ار صبحانه خدا خورده خاموشانه تماشایتان خواد کردم خانم. از یک از خانه دولتیت برآمده بسیار اشتباه بزرگی کردی قدرت کارایی. حال امر تلاشی خانه دست ماست. میبینم فردا که پلیس ها خانه تا تلاشی کنن چی احساس خواد داشتی؟ یه اسلحه در کجا بود؟ امر تلاشی دارم. دروازه را باز کنین. درست است. بفرمایید. داخل آمدن. بفرمایید آمر صاحب. جنرال قدرت خانه است؟ نه خیر خانه نیست. پلیسا حالا چی خواد کردم؟ خانم سنم چی گپ است؟ هوش کنی با پلیس نگوی که من در خانه هستم. درست است؟ پدرم تو را از بین خواد برد. متوجه باشی. باید خانه را تلاشی کنیم. اما جنرال صاحب قدرت حالا بریم داخل. دروازه را باز کن. تو اونجا را بیبی. شما بالا برین. چی شد؟ در اتاق کس نبود؟ در بالام کس نبود آمر صاحب. در اینجا هم کسی نبود. در بالا کسی نبود آمر صاحب. درست است. عقب تعمیر دیدین؟ نه خیر. تو عقب تعمیر بیبی. شما مطرفه. ایره بگی ما باخشه را میبینم. جنرال قدرت خیریت است. در اینجا چی میکنین؟ ما به خاطر تلاشی اینجا آمدیم. دو دوستم هم در خانه شماست. شما با کدام حق خانه مرا تلاشی میکنین؟ با کدام حق؟ دخترتان سنم کارای به خاطر اختطاف طفل و کوشش قتل او تحت تعقیب است. به شما این دلیل کافی معلوم نمیشه؟ خب شما در اینجا چی میکنین؟ چی میکنم؟ نمیبینید چی میکنم؟ ما یک جنرال متقاعد هستم. قسمه که میبینین زمین ها رو بیل میزنم دیگه. بعد از این تلاش هایتان خدا کنه که شما وقت کافی به خاطر این کار داشته باشین. شما باید یک روز تقاوت کنین، اما تو نیست.
خدا لعنتت کنه آدم اینجا ماندم. از این کارتان پشیمانتان خواد کردم. در داخل کی هست؟ ده اینجا کسی نیست آقا. کلید شبتن که ما یک بار داخل ببینیم. ده اصل اینجا خالی است اما پس بازش کنین که ببینیم. برو احمق برو. تباه شدم. با این کار احمقانه تان شما را پشیمان می سازم. درست است. دور باش. عامر زنگ زدم. بله عامر صاحب. تو ده اونجا چی میکنی؟ امی حال از خانه برای. اما عامر صاحب گفتم که برای. از اینجا میریم تمامتان جمع شویم. زود باشین. اگر به این کارایت ادامه بیتی باز تو را از بین میبرم میفهمی. برگم شو. پدر قهرمانم باز مرا نجات داد. نمیفهمم سنم باز خدا ده کدام سراغ پنهان کده که هنوزم پیدا نشده. تشویش نکن الیف. با زودترین فرصت پیداش میکنیم. سر ما باور داشته باش. اما یک چیز فراموش کلیدی نیست. او هنوزم خانمت است. دزم طفل دبت نشست. تو هم یک چیز فراموش کرده الیف. ما ایلیف گورل شما هستین؟ بفرمایین مست. ما از طرف خدمات اجتماعی آمدیم. باید در مورد طفلتان گپ بزنیم. امیالی اونا رفتن آقا. خوب است. او احمق به اینجا آمده؟ کی آقا؟ سنم هم میگم سنم آمده؟ فهمیدم. تو برو به کارت برس. پدر سرتو بخورم. پدر اونا دروغ میگن. پدر ما هیچ کار نکردیم و دختر سرم تهمت میکنه. با اساس احمق از تو خسته شدیم. گفتم از تو خسته شدیم. بالا برو شیشک. کجا میریسی بیا؟ پدر صبر کن. پدر لطفا صبر کن. من کجا برم چی کنم؟ هیچ جایی نداره. منو دستگیر میکنن. لطفا منو نجات بده. برو بمر. من ایش جا قصید نیستم. از مادرت خود نجات یافتم. حال نوبت تو است. برو. برو در کجا دفن کنم. برو. پدر خواهش میکنم. پدر لطفا دروازه رو باز کن. کجا برم؟ اونا منو دستگیر میکنن. منو زندانی میکنن. لطفا پدر دروازه رو باز کن. بیا بیشرم. تو را از بین میبرم. مرا قاتل اولادم نساز. برو گم شو از اینجا. برو.
چیز ازم گرفتی. خانه من، شوهر من، کل چیز من. تو را از بین میبرم میلیس. هر قسم که شوا و اسلحه را پیدا میکنم و تو را از بین میبرم. خانم شرایط خوب براتون گفتم. جایی که شما زندگی میکنین معلوم است. شما باید طفل به پرورشگاه تسلیم کنین، دیگه هیچ راهی نداره. شما هیچ وجدان ندارین. شما هیچ عاطفه مادری ندارین. یک طفل خورده چطور از مادرش جدا میکنین؟ باز با کدام روی طفل میخواین؟ یک بار از پیشتان خو اختطاف کردن. اجراعات لازم صورت گرفت آقای محترم. هر کسی که گناهکار از جزای خود میبینه. خب پس قسم زنده باشین. خدا از شما راضی باشه. شما امروز مرش خندی میکنین. بچه ما به شما نمیتون. بته بچه ما ایلیف. دنیز آقای محترم شما مرتکب جرم میشین. مجرم اصلی شما هستین. کم مانده بود بچه‌م به خاطر شما بمیره. علیه شما دعوا باز میکنم. به خاطر این کارتان محکمه خواد شدین تا وقت بچه‌م پیش من میباشه. حال دیگه او یک پدر داره. دنیز تو باز کجا میری؟ باز بچه من ازم میگیری؟ دنیز خواهش میکنم ابراهیم نگی. میفهمم که حق با تو است. من خانه ندارم، پول ندارم، هیچ چیز ندارم، اما من مادرش هستم و هم دیگه مادر نداره. لطفا ما را از هم جدا نساز. امروز ما بیا. بله بیادر. سنم تو کجاستی؟ بیادر من تباه شدم. سنم بگو تو چی کردی؟ پدر من از خانه کشید. مادرم هم هیچ درکش نیست. سر سرک مانده. بیادر گوش که حالت کارتال هستم. خواهش میکنم بیا مرا ببر پلیس ها تقیبا. من سر من زندانی میحساسن. ما از این کارا که انجام دادیم بسیار پشیمان هستم. اگه برام پول بیاری من از اینجا میرم. خواهش میکنم به یک جای خوب بگو. هر جایی که میگی میرم. یک ساعت بعد پولت آماده میشه. کافی است که تو برام اسلحه را بیاری. کافی است که تو خبر پولا برام بیاره. کار اصلا آسان است. چقدر باید فرار کنم؟ تا کجا باید فرار کنم؟ من تباه شدم. برباد شدم. تبه سرم اعتماد خواد کرد. او سرم باور خواد کرد. او پول برم خواد آورد. یک بار او پول برم بیاره باز کل چیز خوب خواد شد. باور دارم. ای چی است؟ دیروز روانش کردن. بفرمایین بازش کنین. جنرال صبری روان کرده. ای که کی روان کردم مهم نیست. مهم ای است که چی روان کردم. اوه دلایل انفجار روان کردم. یعنی که همه چیز برملا شد. مرا تهدید میکنه. حالا اینقدر که آشکار بازی میکنه ما هم امرایش واضح بازی میکنم. میفهمی؟ در قرارگاه یک جلسه امنیتی دایر خواهد شد. ما هم برشان بسیار زیاد نزدیک میشم. همچنان گروه های شورشی ها بالای ای جلسه حمله میکنن و جنرال صبری را اختطاف خواهد کنن. یعنی ای واقعیت داره؟ این خبرم چاپ نکردن. این زن خانم قدرتکارای بود. چطور رقم به خبر مرده؟ سنجر کدام چیز را در روزنامه میپالی؟ نه خیر، اما تو میدیدم. یعنی
میبینیم که در مورد انفجار دیروز خبر نوشته کردن یا نه. درست است، به یادم آمد. دیروز شما همراه خانم ایجم ملاقات کردین، کدام خبر دارین از او؟ نه خیر، آخرین بار او را در شفاخانه دیدم، یک جا بودیم. اگه میخوای امروز برش زنگ بزن. ببین در مورد سنم کدام خبر تازه است؟ من به تشویشش بودم، بیازه برش زنگ میزدم. اما مرا با خبر بساز. هرچی نباشه اونا هنوز خیشای ما حساب میشن. باید از همه چیز خبر داشته باشیم. آقا تمام جایی را دیدم، کلیت شما را پیدا نکردم. کلیتت گم شده؟ مهم نیست، از یک جایی پیدا خواهد شد بالاخره. چرا اینجا آمدیم؟ برو خودت میفهمی. بفرمایید آقا دنیز، درست همون قسمه که خواسته بوده. بسیار زیاد تشکر و زحمت شدین ببخشید. فرق نمیکنه، کافی است که شما خوش باشید. تو چی کدیدی نیست؟ داخل که آمده باز میفهمی. بچه مبته یک جا با هم بسیار خوش هستیم، اما من این خانه را برات قبرستان می سازم. تمام لوازم دوباره آوردن؟ بله پس آوردن. اتاق خوابم یک بار بیبی. تمام اینا را تو گرفتی؟ خوشت آمد نه؟ ببینم که بچه ما تخت خود خوشخواد کرد یا نه؟ خوشت آمد بچه نازم؟ ها؟ شیر بچه پدر خود. ابراهیم. دنیز تو چرا این کارا کردی؟ الیف چرا که من نفس گرفته نمیتونستم. بدون تو، بدون بچه من هیچ از تو الیف. پس چرا رفتی؟ الیف ای گپا باید وقت برات میگفتم. میفهمم عروسی ما و سنم تمامش یک بازی است، به خاطر یک وظیفه مخفی، به خاطر برملا ساختن بازی های کثیف پدرش. امر جنرال صبری بود. خانه ما پیش تو هست، من در کنار تو آرام بودم میتونم، امروی تو نفس گرفته میتونم. هیچ وقت سنم دوست نداشتیم، در تمام زندگی از اون نفرت دارم. با زودترین فرصت دوای طلاق خدا باز میکنم.
هیلیف هیچ کس نباید بفهمه که ما دوباره یک جا شدیم. به خاطر امنیت شما این شرط است. وقتی وظیفه مخفی ما خلاص شد باز همگی خواد فهمیدن که ما با هم یک جا شدیم. منتظر من می باشینی؟ مبیازه از روز که رفتی منتظرت بودم. امرای ما بخیلی میکنم. چوب باش بچم. حال اجازه نمیتی که پدر مادرت گپ بزنه؟ چوب باش. امر کنید جنرال صاحب. درست است جنرال صاحب، همیالی میم. چیز مهم خونه است دیگه. مام نمیفهمم که چی گپ هست. گفتی یک وظیفه مهم برات دارم. بشنوین دوستا، شما خو میفهمین غذای ما کم متفاوت است، چون معده ما بسیار حساس است. اگر متوجه غذای خود نباشم با مشکل مواجه میشم. کسی که به کم قناعت نکنه زیاد نصیبش نمیشه. همیشه به نعماتی که در دست دارین شکر کنین تا خداوند به شما بیشتر و بیشترش عطا کنه. کاملا دقیق میگن استاد. اگه بدون شکر همیشه گوشت بخورم، ترجیح میتونم با اشخاصی که همیشه مکرونی میخورن و شکر میکنن غذا بخورم. خداوند ما را از جمله کسایی نگردانه که لقمه حرام بخوره. آمین. حالا بیادر بیا دیگه، حالا دیگه. سنم آمدی بیادر. به خاطر که پلیس مرا پیدا نکنه بسیار ترسیده. اول باید به ما جواب بدی. از او دختر چی میخواستی؟ میفهمی که او دختر کی است؟ او دختر عمه من. یک زمان پدر مو را به کسی فرزندی داده بود، اما حال قصدش از من میگیره. فکر میکنی که دیوانه است و چرا امرای اوی تو میکنم؟ حالا بیادر به این گپا چی ضرورت است؟ بیا دیگه پیسه را برم بتی. بیادر یک چیز خود برم بگو. بیادر برم پولا بده یک کاری کو که از اینجا برم درست است. میفهمی در وضعیت بدی قرار دارم. خواهش میکنم حالا بده دیگه. مرا ببخش، ما مجبور بودم. با پلیسا گفتی؟ در مورد ما با پلیسا گفتی نی؟ سنم سنم استوشو اگه نفایر این کارو نکن. سرک پایین متوجه باشین و دختر طرف شما میآید. سرک پایین محاصره کنید. آقا، قسمه که شما خواسته بودین ما فهرست تمام محکومین آماده کردیم. بسیارشان به خاطر جرم کوچک اینجا آمدن، یعنی جرم های معمولی. ابراهیم به کدام جرم آمده؟ کسی را که همگی استاد میگن. تنها کسی که جرمش با دیگرها فرق داره می است. قبلا وکیل بوده، یعنی به خاطر ارتجاعی بودن به امر قدرت کارای به زندان انداخته شده. یعنی آدم کاملا بیگناه است. بسیار خوب، همگیشون رخصت کنین بجز استاد ابراهیم. اگر در زندانم باشیم باید دوستای داشته باشیم که با هم جماعت کنیم و یک وکیلی که از حق ما بتونه دفاع کنه.
زنم استاد چگنه فر میکنم. صبر. چی حال هست؟ چی حال هست؟ اونا خب مستقیم بالای من فایر میکردن. بیبی به خاطر هیلی فهمق با چی حالت رسیدیم. از خانه منو کشیدن. زندگی من شوهر مذهب گرفت. حالا چی خواد کردم؟ قطار شوین، عجله کنین، کلتان استاد شوین. حالا دیگه عارف آتش تپه، احسان شانیوا، اردم یلدز، اکرم شاینیلا، صالح چنار، سونر گلر، حمید یایجی، ابراهیم یلماز، سینان یگید. غیرت از محافظ چی گپ شده؟ امر مدیر صاحب است. نام کسایی را که گرفتم به سلول دیگه انتقال داده میشن. حالا عجله کنین، حالا جمع شوین، زود حالا عجله کنین. حقتان حلال کنین استاد. حلال باشه. زود باش، حالا دیگه. حالا دیگه جای آزاد شد. یعنی بعد از این ما تو میتونیم راحت باشیم. اما تو نیست استاد؟ امروز در اینجا تمام مقامات جمع میشن. به خاطر امنیت کشور امکان داره تصامیم مهم گرفته شود. میترسم که قدرت به خاطر حادثه اخیر که رخ داد به هدف خود یک قدم نزدیک شود. جنرال صاحب، ما به اندازه کافی دلایل داریم. این کاملا آشکار است که قدرت کارای با او انفجار رابطه داره. دیگه منتظر چی هستین؟ هنوز زود است. قدرتی بازی را به تنهایی انجام نمیده. اگر صبر کنیم و در زمان درست حرکت کنیم به قدرت میرسیم که حمایت میکنه. استخبارات خبر داده که یک حمله دیگه هم انجام داده خواهد شد. امکان داره هدفشان جلسه امروز باشه. ما باید مانعشان شویم. دینیز هدف او آدم چی است جنرال صاحب؟ او میخواه که خالیگاه پیدا کنه. حکومت همراه اردو مقابل قرار داده. میخواه کشور ضعیف بسازه. بعد هم نیزه‌ای که در دست دارن پرتاب خواهد کردن. قسمی که گفتم باید مانع کارشان شویم. تو مسئول امنیتی جلسه هستی دینیز. کوچکترین اشتباهرم نمیخوایم. اطاعت میشه جنرال صاحب. تذکره و کارت هویت دی است. توسط اینا به داخل میرین. جنرال صبری را بدون کدام سر و صدا میگیرین. کل ترتیباتتان گرفته شده؟ بله آقا، همه چیز آماده است. خوب است، تو رفته میتونیم. بله، فهرست کسایی که از پانتون عربی در سال 1975 فارغ شدن میخوایم. امیاله. هر کسی که باشی تو را پیدا میکنم. بله اردام، از سانم کدام خبر رسید؟
کاتب جایش با ما گزارش داد. کم مانده بود که گیرش کنیم اما فرار کرد. بیادر او چطور از پیشتان فرار کرده میتونه؟ گوش کو. اگه ای بار به ایلیف ضرر برسانه از بین میبرمش. قسم میخورم که ای بار با دستای خود از بین میبرمش. قدرت کارای مانع پلیدن ما شدی نیست. بس هست دیگه. از زیر هر سنگ قدرت کارای میبرایه. تو به ایلیف بگو که متوجه خود باشه. بگو سنم دمی اطراف است. من حاله به دیدن خسرو دوست داشتنی خود میرم. دینیز خوش کنی این کارو نکنی. او آدم خطرناک است. من از هیچ چیز نمیترسم. زمانش رسیده که حق به حقدار برسد. آمدیم که قدرت کارای ببینم. این خرگوشک خاله خود، خرگوشک جان خاله خود، تو بسیار قندولست شیرینت. ای جانم، من بسیار خوش شدم که دنیز برد زنگ زد. با تفاهم رسیدین و همه چیز دوباره خوب شد. اما تو نیست؟ شما آشتی کردین اما تو نیست؟ بله آشتی کردیم، اما این گپ بین خود ما باشه چون هیچ کسی نمیفهمه. دیگه منتظر چی هستین؟ ما باید سنم طلاق بده پیش تو بیایم. بیا جانم، بیا. این کار قدر آسان نیست فیلیز. خدا را شکر که بچه ما پس برم داد. حالا منتظر آمدن پدرش هم می باشیم. چطور بچه؟ از خاطر تو بسیار خوش شده میلی. انشالله که در این خانه همراه فامیلت بخوشی زندگی کنی. تو هم جزء اونو هستی جانم. حالا برو دیگه وسایل بیار و همراه ما زندگی کن. این امکان داره؟ چرا نداشته باشن؟ البته اگه تو بخوایی. خاله جان، من بسیار میخوایم که تو همراه ما باشی. حالا دیگه این رقم نکن، لطفاً گریه نکن. بس کن دیگه جانم. حالا دیگه، حالا بریم مادرم بیاریم. الیف، با سایلا قهر هستی؟ او هم خواهر ماست جانم. من چطور همراه او قهر بودم میتونم؟ میریم همراه وام گپ میزنیم، میگیم که بیا همراه ما زندگی کن. اگه قبول کنه خواه بسیار خوب میشه، اگه نی خودش میفهمه. جانم بچه مقبوله. بسیار خوب. روزای آخر زندگیت از خوب لذت ببر خانم لیف. دکترها برام گفتن در دانشگاه چی کارا کردی؟ من سر تو افتخار میکنم سهیلا. زیاد میخواستم اونجا همراهت باشم. دهی بارا فکر نکو جانم، متوجه صحتت باش. راه ما بسیار دراز است، راستش باید بسیار تلاش کنیم. در ضمن نباید راه تو را ادامه بدم. پس جانم لازم نیست تشویش کنی. سر تو زیاد اعتماد دارم. مطمئن هستم که تو ما را در نیم راه رها نمیکنه. بله کاملا هم قسم است. من همیشه هم دست تو می باشم. این راه هیچ وقت فراموش نکن. ایجا لطفاً کمکم کن، با پول ضرورت دارم. ببین که در چی وضعیت هستم. اما تو اینجا چی میکنی سنم؟ پلیس ها در همه جا تو را میپالن. مادر من از خانه کشید، هیچ جایی برفتن ندارم. با پول نیاز دارم، هر قسمه میشه برای کمک کن. ایره بگی برو، بیشتر از این مرا در جنجال ننداز، خواهش میکنم. قدرت کارای تو در اینجا چی میکنی؟ تو رفتم میتونی. سنم کجاست؟ او را در کجا پنهان کردی؟ قماندان، تو را چند بار باید از این خانه بکشم ها؟ چند بار؟ و دیگه ای که تو شوهر سنم نیستی؟ برو بپالش. بیبی من یک پدر بیچاره هستم، با تشویش دخترم هستم که کجاست ها؟ با تشویش نباشین، با زودترین فرصت در جایی که باشه پیدایش میکنیم.
حساب کارایی که انجام داده را حتما میپردازه. این بار شما هم نمیتونین نجاتش بده. بله 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 بله. خوب بازی میکنین آقا قدرت. اما این بار به شما خبر بد دارم. هر کاری که میکنین انجام بدین. این بار من در مقابلتان استاد خود شدم. زود از اینجا گم شو. زود باش. دخترتان آمد. پولت آماده است. 2 ساعت بعد به کارتال بیا پولت بگه، درست است؟ مادر جان، پشتتان زیاد دق شده بودم مادر جان. من مجبور شدم که شما را ترک کده برم. خواهش میکنم مرا ببخشید. ده اینجا از شما خوب مراقبت میکردن. مادر مقبولم مثل تو نه دختره. مادر شما خوب شدین. آی خدا را 1000 بار شکر. خدایا 1000 بار شکره. خدایا شکر که دعای ما قبول کردی و مادر ما خوب ساختی. همه جای بپالین. هیچ جایی نمانه که ندیده باشین. فیلم میگیرین همون تو نیست؟ بله فیلم گرفتمش قماندان صاحب. فهمیده شد، درست است. ما اینجا به خاطر پر کردن گاز آمدیم. پس رو بتونم نشان بدم. راه را باز کنین. زود باشین اسلحه هایتان رو بگیرین. گل البته. آب بیار. تو در اینجا چی میکنی احمق؟ مادرم کجاست؟ با تفریح رفتم. در حالی که سنم معلوم نیست کجاست. این تفریح از کجا شد؟ از مادرت بپرس. البته اگر پیدایش کرده بتونی. تو چی میکنی ها؟ دخترت تحت تعقیب است. خانمت هم نیست. تو هیچ کاری نمیکنی؟ در قصه ایشان هم نیستم. برو از اینجا گم شو احمق. برو. در قصه ایناستی. اینا برات مهمتر هستند. در قصه ایناستی. اینا برات مهمتر هستند. اینا از مادرم و خواهرم کرده برات مهمتر هستند. ها اینا مهمتر هستند. اعلام کن. از پیشونیم گم من کنه. مادرم پیدا میکنم. پیداش میکنم. هر کاری که کرده باشی حسابش خود دادی. آخری نفر که از من حساب میگیره تو هستی. دیگه با این خانه داخل شده نمیتونی. اعلام کن. قسمه که میبینم به زندگی تقاوتیت خوب عادت کردی. هنوزم وانمود میکنی که منو درک نمیکنی. اقدر عجله نکش جاله جان. اینا میبینی؟ گلها را کاشتم. اینا باید آب بخورن گل کنن اما تو نیست. اگر در این وقت گپای عروسی نباشه بسیار خوب میشه. همچنان قسمه که میبینی بسیار کار مهم دارم. لطفا مرا ناراحت نساز. این را بفهم که بیشتر از این مرا فریب داده نمیتونی قدرت.
خانمی جان، کاش که زنده می بودی مرا بسیار خوش می ساختی. با هم نشسته یک قهوه می نوشیدیم، اما تو نیست. آی سنجر، بعضی چیزا شده اما هیچ نمیفهمم. با شفاخانه رفتم سنم و خانمی جه نبودن. او تو فکر میکنی که دوستی ها گده وعد شده باشه؟ او دختر ده حال فرار. خانمی جرا چی شده؟ امرایش گپ زده تو نیستی؟ صبر کو، اینه قصه کده میرم. در این حالتی که دخترش تحت تعقیب از خانمی جام میگن به تفریح رفته. گفتی به تفریح؟ بله. کی گپ برات زد؟ خدمتکارش. بیا. جان راسای، تمام جای دیدیم کلیدتان نبود. درست است بچه. سنجر، تو هنوزم کلیدتا پیدا نکردی؟ دقیقش نباش جانم، یک کلید بلد نخور بود دیگه. داخل بیا. آقا، این پاکت از قرارگاه روان کردن. الیف دخترم، رعنا. پدر جانه، بسیار پشتتان دق شده بودم. خوب هستی ابراهیم؟ تو پیش رویم هستی و کاملا خوب هستی. خدا را 1000 بار شکر. دختره، نواسیم و تو، من دیگه از خداوند چی میخوایم؟ خداوند 1000 بار شکر. خداوند نگاهت کنه. بالاخره خداوندی خوشیارم نصیبم کرد. 1000 بار شکر. آی ای چه قسم یک درده. چی شده؟ تو خوب هستی؟ به شفاخانه ببریمت، امبولانس برات بخواهیم. آی من خوب هستم مرا هیچ چیزی نشده. خوب دخترم. وقت ملاقات خلاص شد. شما را اول به خداوند، بعدن به یکی دیگه تان امانت میمانم. بسیار خوب متوجه خود باشه. رعنا، تو هم همراه ما وعده کو، از او قدرت دور می باشی. نمیتونم ابراهیم، من برات وعده داده نمیتونم. قدرتگرای هر چیزی را که ازم گرفته پس خواهد داد ابراهیم. میراث من، مقام من، همه چیز من. رعنا، یادت باشه که هیچ چیز از تو مهمتر نیست. بانش که خداوند جزایش بده. تو درک نمی کنی. یک نفر باید او آدم رو متوقف بسازه. من از خود منصرف شدم، اما حق دخترم و نواسه من با اون مانده نمیتونم. اگه تو می بودی چی میکدی؟ ها؟ بالای تو 10 ظلم انجام داد، تو از مجادلت منصرف شدی؟ تا آخرین نفس ما منصرف نمیشم. متوجه خود باشین، درست است؟ حقتان حلال کنین دخترم. لطفاً پدر جان، قسم گپ نزنین که مرگ حق است. هیچ وقت معلوم نیست که مرگ چی وقت و چه رقم میآید. اما شما بسیار خوب متوجه باشین. حالا که کلگ اینجا هستیم، خواستم که شما مرا ببخشین.
Hala dega birader zud şavin hala dega. Gözlerini al yerden. Helal başa Pedercan. Utanacak gün değil. Helal başa İbrahim. Gözlerini al yerden. Aga ما کدام حق داشته باشم و آن به شما حلال باشه. Bu günlerde geçecek, bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. Bu günlerde geçecek, bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. اینجا چیزی نیست. گدام مهماتم بررسی کده بر ما خبر بتین. فهمیده شد؟ استاچو تو کی هستی؟ ما به خاطر تویپ های آتش سوزی آمده بودم. بفرمایید ایام اسنادم. ما به امر جنرال صبری اینجا آمدیم. من تمام معلومات در مورد کسایی که به خاطر بررسی توی آتش سازی آمدن میخوایم. اصلا تو بیچاره هستی. من هرچی باشم میفهمم که تو توسط کی مرا فریب دادی، اما تو هرگز نخواد فهمیدی. شاید دوستت باشه، شاید او هم نظامی باشه. سنجر آیدین تو ایره بگی برو سر بام بالا شو. وقتی که من اشاره کردم گاز به داخل لیلا کو. شما میره بگیرین کار برق حل کنین. زود شوین وقت ما کم مونده. کدام گدوری خونه است؟ وضعیت چطور همه است؟ چیز خوب است قماندان صاحب. درست است. اگه کدام مشکل بود خبر بده. درست است اطاعت میشه. در مورد هویت اشخاصی که برات گفتم کدام مشکل وجود داره؟ من منتظر هستم خبر بده. ابراهیم به ما بده. آفرین. به خانه‌تان خوش آمدین مادر جان. دختر قند من خوش باشی. بله اردام؟ الیف کوشش نکو از خانه بیرون برایی. فعلا سنم دستگیر نکدیم. او هنوزم در بیرون آزاد میگرده. میتونه به شما ضرر برسانه. ما دیگه از اون نمیترسم اردام. تمام بازی‌هایش ختم شده. به آخر راه رسیده. پدرش تمام اتهاماتش از جمله اختطاف طفله همگیش رد کرد. چی؟ این چطور امکان داره؟ ده ها شاهد وجود داره. اوف ما مزمی میترسم الیف. در این مورد کسی شاهدی نمیته. ما تنها با شاهدی تو سنمه به زندان انداخته میتونیم. بشنو او میگه پا میفهمه. از او خاطر امکان داره به تو ضرر برسانه. الیف درست است اردام.
پول آماده است. تشویش نکن دخترم. حالا هیچ کس تو را اذیت کرده نمیتونه. من اجازه نمیدم. حالا دیگه کل چیز تا همینجا بود. تبریک باشه جنرال، رتبه جدید تبریک باشه. زنده باشین جنرال صاحب. خوش آمدین دوستا. زنده باشین. بفرمایین. کل شبکه بود خلاص شده. آماده باشه. چند دقیقه بعد برات عمل میکنم. دو روز است که مادرم رو پیدا کردن نمیتونم. میگن که به تفریح رفتم اما این گپ منطقی نیست. اون میفهمید که سنم در شفاخانه است. یک مادر زمانی که دخترش در شفاخانه باشه چه قسم به تفریح میره؟ تو باید آرام باشی. خانم جره پیدا میکنیم. ما در مورد زندگی مادرم به تشویش هستم. شما بالای کسی شک دارین؟ بله دارم. پدرم قدرت کارای. امکان داره هر کار با مادرم انجام داده باشه. اولتر از همگیتون میخوایم که تشکری کنم. گپ مرا قبول کردین. به این جلسه که خارج از برنامهتون بود شرکت کردین. همگیتون از حادثات اخیر خبر دارین. تا حد ممکن زمان سخت سپری میکنیم. همگی ما باید متوجه باشیم دوستا. حکومت این وضعیت درست داره نمیتونه. در این اواخر به شمول انفجار بم هیچ کدام توضیحات داده نشده. باید در این مورد تصمیم جدی بگیریم. دوستا اگر قسم فکر کنین کسایی که هرج و مرج به پا کردن به مقصدشان خاط رسیدن. شما هرج و مرج گفتین. در قبی حملات فکر میکنین اغتشاشگرها دست داره ها؟ بله ما دلایل قانع کننده دارم. وقتش که برسه او معلومات بالای همی میز امرایتان شریک میسازم. بیا بچه قندم. آفرین. آی جانم بس است دیگه. تشویش نکو دخترم. سلامه پیدا خود کردن او تا ابد خدا پنهان کردن نمیتونه. من به خاطر خود نمیترسم مادر. به خاطر ابراهیم میترسم.
اگه بازو کوشش کنه به ابراهیم ضرر برسانه چی؟ نه به تو نه به ابراهیم هیچ کس ضرر رسانده نمیتونه. خدا پریشان نساز. همراه وکیل گپ زدم ما دعوا باز میکنیم. دست پای او را قسمی بسته خود کردیم که هیچ وقت فرصت پیدا نخواد کرد به کسی ضرر برسانه. ایلیف طفلم میموره. ایلیف کمکم کن ایلیف. ادا بیرون چی گپ بوده میکنه؟ ایلیف ای صدای سنم. الیف استاد شو، بیرون نشو. او حتما آمده که به تو ضرر برسانه دختره. قماندان صاحب، تذکرهای کسایی که به خاطر آتش سوزی آمدن ساخته اید. قماندان صاحب تصاویر گم شد، میشه که یک بار ببینین؟ سنم سنم من همیال به اردم زنگ میزنم. صبر کنین مادر، با امبولانس زنگ بزنین. زود شوین. درست است. طفلم ایلیف طفلم از بین میره. قماندان دینیس صدای من بشنوین. قماندان دینیس. قماندان صاحب، بعضی کامراها وارث پیدا کردن، تصاویر گرفتن نمیتونی. لعنتی. گاز رها کو. اما من رایتان میرم. اما در جان متوجه ابراهیم باشی. لطفا متوجه باش دخترم. به اردم زنگ زدم و میاد. امکان داره که حق با جنرال صبری باشه. این رقم تیوری های مغلقه باید در گوشه بانیم. حقیقت ببینیم. این حکومت از دستش کار ساخته نیست. اسکر، در اتاق جلسه خود کدام مشکلی نیست. همه چیز درست است قماندان صاحب. درست است. به هیچ کسی چیزی نگوین. تمام مشکلات ما حل میکنه. اطاعت میشه قماندان صاحب. تصاویر اتاق تاسیسات از دست دادم قماندان صاحب. شما دو نفر همراه ما بیاین. این بویی از کجا میاد؟ دوستا کلکینا را باز کنین. تصاویر گم شد قماندان صاحب. مرا با پلیس تسلیم میکنی همون تو نیست؟ با هر شکل که میشه تو باید جزای تنید. خیلی بیکار نکن. به تو جزای خدا دیدم میرم. متوجه باشین شاید اون رو داخل باشن. شما قاربش هستین؟ این آدم مقابل چیز اساسیت دارن؟ خانم محترم از شما میپرسم. من نمیفهمم. پس بگن شما با مریض چی قرابت دارین؟ او دختر همه است. شما همینجا منتظر باشین. قماندان صاحب، تمام تصاویر قطع شد. قماندان صاحب میشنوید؟ جواب بدین. لازم نیست که وار خطا شوین. همه چیز تحت داریم هست.
تو موتر بیار مام ابراهیم. درست است. همه چیز خوب پیش میره. حتی برو متوجه دروازه باش. اگه کسی اومد ما رو خبر کن. درست است. من قماندان دنیز آیدین هستم. قماندان دنیز آیدین هستم. صدای من میشنوین؟ خروجی ها را بند کنین. گروه بررسی آتش سوزی را متوقف بسازین. صدای من میشنوین؟ خانم رنا گفت که در اینجا هستی. او احمق کجاست؟ در عملیات خانه است. وضعیتش بسیار وخیم است فلیس. امکان دارد طفل خود از دست خدا از این بترش کنه. احمقه که سر تو ظلم کرد حالا باید جبرانش کنم. الیف اولی از خدا دلت به دختر نسازان. تو خواهی قسم میگی فلیس، اما او بیچارم طفل خود از دست میده. خانم ایلیف شما هستین؟ بله من. متاسفانه خانم سلام طفل خود از دست داد. میخواد که شما رو ببینه. خانم ایلیف اونجا نمیره. شما ایده بگوین که ما چی وقت میتونیم مریض به مرکز ببریم. صبر کو اردم، صبر کو. میایم. ایلیف کجا میری؟ هنوزم میخوایی به او کمک کنی؟ فلیس، او طفل خود از دست داد. او میخواست شما را از بین ببره. چطور فراموش کردی؟ فراموش نکردیم اردم، اما چی کنم؟ به خاطر درس دادن به او باید مثل خودش رفتار کنم. نمیتونم. کاری را که گفتین انجام دادیم. جنرال پیش ماست. میخوایی درباره چی همراهیم گپ بزنی؟ بیا اینجا پیشی جانم. من امروز طفلم از دست دادم. شکر کو که تو اولاد داری و مطمئن باش که چند روز بعد او طفلت از پشتت خواد دوید مادر صدا خواد کرد. اما میفهمی به من هیچ کسی در زندگی مادر گفته صدا نخواد کرد، به خاطر که کل چیز تمام شد. من امروز خانه من، شوهر من و طفل من کل چیز از دست دادم. کل چیز از دست دادم ایلیف. خودت خواستی همه قسم شود سنم. من همراه تو بسیار بدی کردیم ایلیف. بیبی کل جزایش حالا دیدم میرم. خواهش میکنه من رو به پلیس تسلیم نکن و هم ده تو یک حالت. من برات وعده میکنم
که دیگه هیچ کدام کار ده حقت نمیکنم. نه ده حق تو، نه ده حق بچه، نه ده حق دینی. لطفاً برم یک چانس بده، چرا که هر انسان مستحق یک چانس می باشه. یک خانمه که در یک حالت باشه باز چطور برای دروغ گفتم میتونه؟ چیزی که وعده کردی انجام خود دادی سنم. امرت وعده میکنم بیبی دیگه هیچ وقت نباید چهره تا ببینم. هرگز بشنو، تو را فقط به خاطر او طفل معصوم میبخشم. میتونم که یک بار آغوش بگیرم؟ لطفا قلب منش کنن، چون کاری را که امروز تو میکنی ادیه کار کسی به خواهر خود میکنه. تو چی میکنی ها؟ الایم کو چی میکنی؟ گفتم الایم کو، سنم الایم کو، الایم کو. آرام باش، الایم کو. الیف سنم او را رها کن. نمیکنم، نمیکنم. کسی ما را تعقیب نمیکنه. در راستین به همون طرف نه. شما بخی مطمئن باشین. تو با خدایا اسلحه تا پس کو. گفتم اسلحه تا پس کو، اگه نی گردنشم میبرم. سنم بیبی کدام اشتباهی نکنی. از پیشم نجات پیدا نمیکنی سالا زندانی میشی. خود دیدی که چه قسم نجات پیدا میکنم. از سر رایم پس شوین، پس شوین گفتم، پس شوین. اردام سنم پیش نیایی. سنم گوش کو، سنم رهاش کو. شکلت گم کو. الیف، الیف، الیف آرام باش. الیف حال شما رو دستگیر میکنم. کدوم شادی نکنی اگه نگردنشم میبرم. او دختر رها کن. یک دقیقه گفتم نزدیک نیاین. مرا از بین میبره. شما حرکت نکنه. لطفا رهاش کو. اگه کدام اشتباهی کنی باز گردنشم میبرم. فکرت باشه پیش نیاین.
یه در از پشت سر یک موتر ما رو تعقیب میکنه. سرعت بگی سرعت بگی. موتر گوشه کو. خدا لعنتتان کنم. اگه فایل کنه باز مام ده زیر لاشا نمیشینم. اردم صبر کن خواهش میکنم. نترس جانم، نترس دخترم. بیبی هر کاری که بخوای انجام میتم، فقط دختر ما اله کن. درست است؟ لطفا سنم گفتم ایلاش کن. اگه فایل کردی بازی را از بین میبرم. حسم میخوره که از بین میبرمش. درست است. حال ایلاش کن. اردام بسیار خوب. تو چی کردی اردام؟ ها؟ چطور تنیستی او را ایلا کنی؟ او را هنوز اعلان نکردیم خانم رانا. دختر ما همراه خود بار تو نمیبینی؟ هیچ جایی بردن نمیتونم. من از پشتشان میرم. شما منتظر خبر ما باشین. خوش آمدیم. هیچ کس را به داخل نمانین. متوجه بیرونم همچنان باشین. رفته میتونیم. ما میخوایم جنرال صاحب لطی ملاقات عاجله با شما بفرما. امروز از زندان آزاد میشین. اما تو بیرون نمیشین و دوباره خودت در زندان میری. نفهمیدم جنرال صاحب. فعلا بعض تیم‌های اسلام دوست جنرال صبری را اختطاف کردن و در مقابل زندگی او میخواهند که تو از زندان آزاد شوی. اما من او شخص نیستم که با خواست و اشخاصی که کشور ما را به سوی تاریکی میبره حرکت بکنم جنرال صاحب. تصمیم آزادی خود رد میکنم و با پایه خود به طرف زندان میرم. درست اما قسم. من ای پیش بینی تو را بسیار زیاد خوش دارم. به خاطر این کار که تو را انتخاب کردم بسیار زیاد تصمیم خوب گرفتم. حالا درست سر وظیفه خود برو. وقت خوش. موتر بیرون میشه، دروازه را باز کنین. میخوایم یک چند قمراید بچه کار برم خانه میریم. تاکسی میردویم و میریم لیف جان. اما اگه چیغ زدی کمک خواستی باز تو را از بین میبرم. هم تو را و هم راننده را. فهمیدی گپه؟ زود برا. چی گپ است؟ استاد کو تکر خود کردیم.
سنم. میفهمم که سر ما رحم نمی کنی، حداقل به خاطر بچه ما رحم کن. مرا ایلا کن. چوب باش. ما بچه ما عزیز داریم، تو خو برام هیچ مهم نیستی. آرام باش. استاد چو وقتی تا موتر ششتی از خود کنم هوشیاری نشانت یکنی هست پایین میبرمت. منتظر نمانی مرا را برات نشان میتم. گریه نکو، اکنی از پایین میبرمت. فهمیدی؟ چیزی که میگم فقط هموتو کن. اگر ببینم که به طرف آدم میبینی باز از پایین میبرمت. از ایرا برو طرف جنگل در بخوا. شنیدی یا نه؟ این چه قسم یک آدم است؟ همینجا استاد کو. ایره بگی میریشان باشه. حالا پایین شو. اصاب من خراب نساز. پایین شو. روز خوش. ما کجا میریم؟ ما تفریح آمدیم. میخوایم امروز یک کباب خوری کنم. احمق بیبی حرکت کو. خدا لعنتشان کنه. خامندان، به خاطر او بلایی که سر جنرال صبری آمده بسیار جگر خود شدم. شماره قسم نمیمونم. همگی درباره کار شما خبر خواهد شد. هیچ خوب نیست قماندان. با یک جنرال بیچاره و مسکین مثل ما چرا این قسم گپارم میگی؟ ما میخوایم امروز تو کمک کنم. گوش کو، اگر با کدام چیزی ضرورت داشتی با ما زنگ بزنی، درست است؟ چهره اصلی تانو به همه نشان میتونم. در تمام ترکیه شما را افشا میسازم. البته آفرین. تو اما قسم با کارهای تدامابتی البته که راه حلش پیدا خواهد کردی. آفرین قماندان، آفرین. تو بسیار پشیمان میشی سنم. زندگی تمام ما را تباه کردی. قسم نکن.
یه احمق بیبی شوهر مزم گرفتی طفل مزم گرفتی حالا برای میگی که من پشیمان خود شدم همین قسم نی توتا میکنم تو را فهمیدی توتا اگه جسد تو را به گرگای جنگل ننداخت نامم سنم نباشه این کار نکن حداقل به خاطر ابراهیم خور رحم کن سنم نمیتونم سرت رحم کنم ای گپا باز دوای دنیا از هولیا جانت بپرس او برات خار گفت حرکت کن تو الهی کن حرکت کن گفتم چوب باش خدا جزایت بده او دختر کجا بردی؟ حتما پیدایتان میکنم اگه پیدایتان نکردم نام خودم میگردونم صبر کن بیبی منظری این جنگل چقدر زیباست کارنو تماما من همینجا ختم میکنم این کار نکن میفهمی که من یک طفل بسیار خرد دارم لطفا این کار نکن درست است پس یک کار دیگه میکنیم با جای تو بچه تا اینجا میارم بچه مخواصی دنیا رفت چطور است که بچه تو را از پشتش سوار کنم هرگز همراه بچه بغرز نگیری الهی کو میخوای همراه من درست مایی کنی حالا میبینم که همه چه گپا فهمیدی تو حتی قبر را نخون داشتی الهی کو از بین میبرم امروز تو را زنده نمیمانم فهمیدی الهی کو حقت نزن جای تو امینجا چوب باش زنه می کاره نکن چوب باش الهی کن الهی کن چه شدی؟ الیف کمک کنی صبر کن کمک سلام یک بار دیگه برات میگم میلاش کو حالا دیگه بسیار دیر شده وضعیت چطور است؟ قماندان صاحب او سیم کارت را که گفته بودین ما بررسی کردیم بسیاری از تماس‌ها به این منطقه گرفته شده بسیار شانس بالا داریم که با او اشخاص دست پیدا کنیم قماندان صاحب بسیار خوب وقتتون بخیر بفرمایید استاد میبخشین
این شما را همیشه به شما فرمایش میداده. یک بار ببینین میشناسنش؟ بله میشناسمش قماندان صاحب. بسیار زیاد فرمایش میتن به ما، حتی بعض اوقات اینجا میاین و میرن. درست است. ما را به این آدرس برده میتونین؟ البته مشکلی نیست قماندان صاحب. ها بچه مرکز به آدرس رسیدیم. به خاطر عملیات اجازه میخوایم. زیاد متوجه باشین چیر بچه‌ای. امیال نیروهای کمکی خاط رسیدن. فهمیده شد. درست است. ما زیاد وقت نداریم فهمیدین. خود ما به عملیات میریم. اطاعت میشه قماندان صاحب. بیا در جان حرکت کن. جای شما را پیدا کردم. به خاطر گرفتن جنرال صبری عملیات انجام میدم. جای ما را پیدا کردن. تو جنرال صبری را از دروازه پشت سر بیرون بکش. آماده شوید. برشان دام میمانه. اگه اینجا میاین باید حقشان بتیم. ایلی تا جایی که من فکر میکنم این کار هیچ منطقی نیست. اگه نجات پیدا کنه و به تو ضرر برسانه باز؟ نمیفهمم مردم. هیچ چیز را نمیفهمم. اما مادرم گفت که یک نقشه دارم، بدون این کور قبول کنم دیگر راهی ندارم. خب ولچکا محکم هستن؟ ولچک پلاستیکی است، کاملا محکم است. هیچ وقت نجات پیدا نمیتونه. اگه بازم کدام گپ شد به من خبر بده. درست است؟ درست است. تشویش نکن. من چطور اینجا آمدم ها؟ نترس. مرا ایلاکو گفتم. فقط کم زخمی شدی. نترس. شما دیوانه شدین چطور؟ چند دقیقه پیش میخواستم ایلیف از بین ببرم، باز اینجا چی میکنم؟ میفهمم. اردام کل چیزا برم گفت. شما امرای من کدام بازی را برانداختین؟ مشکل شما چی است؟ از من چی میخواین؟ دست من باز کن. آرام باش. هیچ کس به تو ضرر نمیرسانه. گپ ما گوش کن. چی را باید گوش کنم ها؟ چی را گوش کنم؟ دستای من باز طرف من بیبی گفتم. زیاد وقت میشه که هیچ از بدیات دست نمیکشی، همیشه بدی میکنی. اما حال دیگه کل چیز خلاص شد. سنم منظورت از خلاص شدن چی است؟ باید اعتراف کنی. درباره او عروسی تقلبی که همراه دنیز کردی باید اعتراف کنی. هیچ وقت نی. این گپا هیچ وقت براتون نمیگم. و اگه من زندانی کنین چی خواهد شد؟ پدرم میایه؟ بازم مرا نجات میده؟ متاسفانه که راست میگه. فقط چند روز یا چند ساعت در بر خود گرفت. پدرش ایره در زندان نمیمونه مادر. بازم سنم آزاد خود بود. یعنی اگه گپم بزنم هیچ فایده نداره. پس ما هم قدرتکارای مجبور میکنیم که اعتراف کنه. قاضی دلایل بیگناهی تو رو قبول کرد. این قاضی جدید تصمیم گرفته تو رو آزاد بسازه. امروز همی که گزارش نوشته شد من تو رو از اینجا بیرون میکنم. ابراهیم میگم آزاد میشی. خوش نشدی گپ من نمیشنوی؟ تو خوب میفهمی کیها تصمیم عدالت و قضای کشوره در دست دارن. تو خوب میفهمی همونطور نیست؟ حاکمین قاضی هایی تصمیم قبول خواد کردن نجاتی جان. این گپ نادیده میگیرن چطور؟ فکر کنم از وقتی که به زندان اومدی قانون فراموش کردی. حکمی که قاضی صادر کنه او اساس از لغو شدن نمیتونه. ما قانون فراموش نکردیم نجاتی. اما در این زمانه نه قانونو نه حکم کدام اهمیت داره. قدرتمندا هر تصمیمی که گرفته باشن همو پیاده میشه نجاتی. نه دیگه اینجا شهر خربوزه نیست. کلان قاضی حکم صادر کرده. امشب من بهم تو را با خود میبرم.
هیچ کس نمیتونه مقابله کنه، فهمیدی؟ نجاتی، در مقابل تقدیر الهی هیچ کس استادگی نمیتونه. ببینم که خداوند چه لازم میبینه. حالا سلامت باشی. خداوند همراهیم است. دیگه هیچ غم ندارم. چی؟ حکم شده که ابراهیم اویگون آزاد شود؟ کی؟ کدام به وجدان جرأت کرده که حکم صادر کنه ها؟ امیال کار کنن که او را پس زندانی بسازین و ها کسایی که این تصمیم گرفتن قلمشان بشکنانین. فهمیدین؟ باید تمام ترکیه ببینه که حرکت کردن بر علیه ما چی جزا داره. فهمیده شد؟ ما پیش ابراهیم میرم. حالا چی کنیم مادر؟ ایره چه قسم سر گپ میاری؟ بیبی دخترش در اینجا چاپ است، پدرش هم همین کارو میکنه. با نظر عقل درست سر جایش نامده. اگه پدرم گپ بزنه بازم کار کردن نمیتونی. در بکسم یک کمره میمونم، باز پیش او میرم، درست است؟ اگه کم به احساسات بیارمش، با تمام کارهای خدا بسیار با شوق خودش خواهد گفت. او وقت ما هم اظهارات او را در کمره ثبت میکنم. نه دیگه احمد، این قسم کارا را فقط من انجام دادم میتونم. نمیشه مادر، ما براتان اجازه نمیتم. او آدم شما را از بین میبره. هیچ نترس دخترم، او دیگه به من هیچ ضرر رسانده نمیتونه. خانم ایجا، خانم ایجا، میبینیم که این کلید یعنی کدام دروازه ها را به ما باز میکنه. چی؟ نفهمیدم. بله ما هم درباره همین هم فکر میکردم. سنجر آیدین اما تنده. محافظ. بفرمایین جنرال صاحب قدرت. ای کلید بگی با قرارگاه برو و در تمام دروازه امتحان کو، خاصتا در دروازه جنرال سنجر. درست است؟ امرتان بجا میشه. او احمق پیدا میکنم، در پهلوی تو دفنش میکنم. خانمی جا در پهلوی تو. دوستای ما از نزدیک یک جنگل موبایل خانم ایجا پیدا کردن. در بین سبزا بودن، بالاش لکه خونم است. قسمی که شما گفتین امکان داره مادرتان قربانی کدام جنایت شده باشه. بیا. بعض اوراق براتون آوردیم امر صاحب. چی است؟ این ورق استعفا است؟ بله امر صاحب، ورق استعفا است. آقا با ما یک دقیقه وقت میتین لطفا؟ بیا بشین. ما وظیفه خود به درستی انجام ندادم امر صاحب. یک اسکر مرا تهدید کرد. ما هم از تهدیدش ترسیدم و چیز نگفتم. یک خانم در سیت پشت سر مرده بود. او اسکر به من کارت خود نشان داد. نامش خوانده نتانستم، اما به نظرم کدام قماندان بود. مرا تهدید کرد و ما هم ترسیدم دیگه. به خاطر اولادایم و به خاطر خانم به کس خبر ندادم. چی وقتی کار شد؟ دیشب امر صاحب. مادر، قدرتکارای باید به ما حسابی بده. آمدن، آماده باشین. امی خانه از قماندان صاحب. درست است، بسیار زیاد تشکر. تو رفته میتونی. حالا دوستان بسیار متوجه باشه.
اسکر شما 2 نفر رو طرف برین. تو همون طرف برو. از زمین بخوابین. پشت سر برو. حرکت کن. فلیس تو این غذا را برش بده. من نمیتونم تحمل کنم که او را ببینم. درست است. تو هیچ تشویش نکنی لیف جان. اما یک چند قاشق برش خواد دادم. دختر خوب من، تو تشویش نکن. درست است من هیچ وقت کدام کار اشتباه انجام نمیتم ها. مثلا ما به خاطر ضرر رساندن اونجا بسته نکردیم، فقط به خاطر این کار کردیم که به خود و به ما دیگه ضرر نرسانه. اما بازم مادر جان نمیشه که شما کمره را بگیرین و پنهانی گپایش ثبت کنین. این کار به شخصیت شما نمیزه. به مادر من خود کدام کار اشتباه نمیکنم، فقط به خاطر ای که جزای کارهای خدا ببینه در ضمن به محکمان کمک میکنم که یک دلیل لازم پیدا کنم. خواهش میکنم راحت باشه. خدا جزایتان بده. خدا جزایتان بده. مرا از اینجا بیرون کنین. مرا از اینجا بکشین. خدا لعنتتان کنه. مرا از اینجا بکشین. تمامتون از بین میبرم. هیچ کدامتون نمیمونم. کلتون از بین میبرم. خدا کنه گنگه شوی دیگه هیچ وقت صدایتان نشنویم. مجبور هستم بعد دست خود برش غذا بدم. خواهش میکنم کم آرام باش. بیبی برد نان آوردیم. او چی است؟ زهر است اما تو نیست. میخوان که به من زهر بتین؟ زهر چی؟ چت یاد نگو دختر احمق. تو ما را مثل خودت فکر کردی؟ بلندم کو. چی میکنی؟ تمام غذا را چپه کردی. بلندم کو گفتم. اما اشتباه کردم که میخواستم امرایت کمک کنم. حالا بخیز. احمق برو. من غذا چیزی نمیخورم. برو. خدایا تو برم صبر بده. همه جانو شهرم. شما مهارتی کار ندارین. امی که از اینجا بیرون شدم باز براتون نشان خواد دادم. خواد دیدین که من چی کده میتونم چی کده نمیتونم. تو با خیرت باشه. کی هست؟ تو در اینجا چی میکنی؟ معذرت میخوایم خانم شنایی. با ما گفته بودن که خانه خالی است. چی؟ اینا چی هستن؟ جنرال سنجر برام امر کرد که قفل و کلید تمام دروازه رو تبدیل کنم. قفل و کلید تمام دروازه رو؟
خوب هستی؟ خوب هستم قماندان سر. ما میپولی خماندان چطور؟ دو دانه کست مندی هموت نیست، باید احتیاط کنیم. مادر، ما بسیار زیاد میترسم، لطفا اونجا نرین. بله خانم رنا، لطفا منصرف شوین. الیف جان، ما تصمیم خدا گرفتیم. اگه کسی همراهیم نباشه تا آخر این کار پیش میبرم. لطفا تام سرم باور کو هیچ چیز نمیشه. شما منتظر خبر ما باشین، درست است؟ اگه گیر بیاین چی مادر؟ من نمیخوایم دوباره شما را از دست بدم. نه، و شما و بچه ما به دست آوردیم. جانم، اگه ما این کار نکنم کل ما در خطر میفتیم جانم. نترس، درست است؟ ما رفتم. تحمل کردن نمیتونم. مام از پشت مادرم میرم. بسیار متوجه باش فلیز جان، درست است؟ درست است. مادر صبر کنید. ابراهیم پیش تو امانت میباشه، از یاد متوجهش باشی، درست است؟ درست است، تشویش نکن. به از دست پایی او بسته است، کار کردن نمیتونه. هر قسمی که شبه من خدا نجات میدم. موضوع خودیدین که حساب کارایتان چه قسم میدم. مادر جان، بیاین که از این کار منصرف شویم. شما این کار به تنهایی چه قسم انجام میدین؟ الیف، تو فکر میکنی من هم میترسم ها؟ اما مجبور هستم این خطر قبول کنم. تا وقتی که این شخص قاتل به زندان نندازه ما را راحت نمیمونه، چون که هیچ قانونی اینا را محکمه کردن نمیتونه. دخترم تا به امروز ما چی کرده تانستیم بگو ها؟ هیچ چیز. دزدر علاشا شیشته ما فقط تماشا کرده میشن. ای که انسانای خوب هستیم نباید احمق باشیم دخترم. ای بار مثل خودش همراهش گپ میزنم. بریم. صبر کنین مادر جان. چی میکنی دخترم؟ ایره شما بگیرید. نه خیر الیف، من نمیخوایم که توی دایی کار مداخله کنی. صبر کنین مادر. اگه من اولاد شما هستم، ابراهیمم اولاد من است. هر کاری که میخواین انجام بدین مام همراهتان میباشم. دختر قنده. رعنا کارای خواهر قدرت کارای هستم. بفرمایید. خانم رعنا آمدن. یک بار باید او احمق ببینم. او لعنتی آرام نمیشینه. اویو خدا لعنتت کنه. آی
تو باز چی میکنی؟ هیچ، سرم دور خورد، خواستم که تکیه کنم. حالا بخیز تو اینجا چی میکردی؟ کار نمیکردم، برو به کارت برس. به هر حال ابراهیم بیدار شد. بی آرام باش. اگه به زمین بفتی باز بلندت نمیکنم، فکرت باشه. داخل بیا. آقا قدرت خواهرتان، خانم رانا اینجا آمده، میخوای شما رو ببینم. رانا؟ همراهش یک دختره چادر پوش آمد، گفت دخترشان هستم. وقتی داخل میرفتم دروازه رو کمی باز میمانم. کلی چیز آماده است، تو فقط باید دکمه رو فشار بدی، درست است؟ متوجه باش دخترم. بفرمایین آقا قدرت، منتظرتان است. یک دقیقه، این خانم شما را تلاشی میکنه. به نظرم تو نشنیدی که من کی هستم؟ رعنا کارای هستم. شما رانی خانم، او خانم کوچک گفتم. اگه به این دست بزنین باز شما را پشیمان خواد ساختم. بفرمایین، رفتم میتونین. گپ بزن، جنرال صبری کجاست؟ گپ بزن. قماندان سبینا را پیدا کردیم. درست است، تو رفتم میتونی. کجاست جنرال صبری؟ گفتم گپ بزن، مرا دیوانه نساز. بفرمایین اینجا هستن. شما در سالن منتظر بودم. نه خیر، همینجا منتظر ما باش، از پیش دروازه دور نری. امیدوار هستم که مزاحم نباشم. وقت گپ بزنیم باز خواد فهمیدیم. امی که خوب شدی تو پیش ما آمدی، اما تو نیست. حتما کنم گپ مهم است. آمدم که حسابی خدا همراه تو خلاص کنم. بیادر راستش میخوایم به تو یک پیشنهاد بسیار خوب بتم. او میراثی را که ازم گرفتی پس میخوایم و موقف خودت در دانشگاه. دیگه کنم خواهش نداری رانا؟ از همه مهمتر امنیتم است بیادر. ما و دختر ما باید آرام بانی. اگر نمانم باز چی میشم؟ کدام چیزی می نوشین؟ نه خیر، بسیار تشکر، زنده باشین. درست است. چندین بار کوشش کردی که مرا از بین ببری، همچنان ایلیفه. من دیگه نمیخوایم با این طرز زندگی کنم. پس تو هم شکایت نکن. برو در خانه خود بشین. بیبی نواسیتان پیدا شده، با او یگان لباس بباف. اما تو نیست؟ از این که کدام زندگی با امن وجود ندارم. بله، درست است که کوشش کردم که تو را بکشم، اما این کارم درست پیش نرفت. نمیفهم این کار تکرار کنم یا نه. از این خاطر نه تو اینجا آمدی و نه ما این گپا را برات گفتیم. جنرال صاحب، یک نفر دستگیر کردیم. بعضی چیزا رو به دست آوردیم که نشان میده جنرال صبری هم اینجا بوده. حالا گپ نمیزنه، اما به قرارگاه میبرمش، خودم ازش تحقیق میکنم. با چشم جنرال صاحب. دی وقتی را چی شد؟ دی وقتی را چی شد؟
اوف ایره چی شد؟ کستش خلاص شد چطور؟ من هیچ نمیفهمم این کار چه قسم میشه. تو چی میکنی؟ هیچ چیز نمیکنم. ایره با ما بده. صبر کنین الهش کنین. گفتم الهش کنین این از من. ایره با ما بده. گفتم اله کن. اینجا چی گپ است؟ آقا قدرت فیلم برداری میکرد من کمره راست پیشش گرفتم. احمق پاس. با دخترم دست نزن، دور باش. قسم میخورم ای بار چپ نمیشینم. من دیگه هیچ چیز ندارم که از دست بتم. ایره درست تلاشی کن. اگه واقعا کار کرده باشی بسیار در جنجال بزرگ خود انداختی. جنرال صاحب، یک نفر ما را دستگیر کردن و را به قرارگاه میرن. احمقای پستا، این وضعیت ببینین. خودشان دام ماندن اما دام خودشان گیر ماندن. باز یک نفرشان هم دستگیر شدن. حتما از دهنش گپ خود گرفتن. بله، پیش از اینکه او شخص به قرارگاه برسه او را از بین ببرین. تو تباه شدی. لطفاً کسی تبرش نتین. داخل بیا. آقا قدرت کسی تا پیدا کردم. اگر در بین چیز باشه اردیتون از اینجا سالم بیرون شده نمیتونین. از امیال دعا کنین، فهمیدین؟ این طرف یا خوب هستی؟ این طرف یا او طرف برو. از این آدم باید محافظت کنیم. این میتونه ما را به جنرال صبری برسانه. فهمیده شد؟ ببین چی میگه. همراه ما یک جا حرکت کن، اونجا میریم. فهمیدی؟ باش صبر کن. یک دو اسکر ما را پوشش بده. حرکت کن. بیبی حال گپ مرا گوش کن. واضح از اونایی که تو به خاطرشان کار میکردی نمیخواید زنده باشی. حالا همینجا منتظر باش. اگه کوشش کردی فرار کنی اونا تو را از بین میبرن. فهمیدی گپ منی؟ جزایی کارتان حتما براتون میتم. حتما. امرای میخواستین یک بازی بزرگ انجام بدین. این خو خالی است. حتی درست فیلمم نگرفتین. این کست خالی است. این وضعیت بیبی. کار ما همراه تو هنوز خلاص نشده قدرت کارای. کارم هم امرای شما خلاص نشده. محافظین اینا را در گدام بندازین. الهش کو مورا دست نزن. دست پس کو. دست پس کو. من برای چی گفته بودم ها؟ این حکومت لغو کردن نمیتونه. ببین آزاد شدی. چی بگویم نجاتی؟ هر چیزی که به خیر ما باشه. من زیاد امیدوار نیستم اما هنوزم ابراهیم این بکس طبیبی که در دستت هست این کار خلاص شد دیگه. چی بگویم؟ خداوند همون چیزی که به خیر ما هست نصیب ما کنه. بفرمایین ایام امر آزادی.
ابراهیم اویگان، حکم آزادی شما لغو شد. این حکم غیر قانونی محسوب شده. منظورتون چی است؟ این چی چرتیات است؟ این کار هیچ بنیاد قانونی نداره. در اصل این حکم یک حکم غیر قانونی است. نجاتی بانش بیا که بریم ابراهیم. من یک وکیل هستم، همراه من قسم رفتار نکنین. نجاتی اجازه بده، هر چیزی که میخواین همو قسم کنن. چطور میتونی که قسم بگوی ابراهیم؟ نجاتی هر کس یک نقشه داره، اما اونا فراموش کردن که نقشه اصلی نزد خداوند است. هر قدمی که میمانن به تباهی خودشان خواهد انجامید. خودشان تباه میشن اما متوجه نیستن. Bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek. حسابی کار غیر قانونی خود دادین. تمامیتونه زندانی میسازم، تمامیتونه. پدرم در خانه است؟ بله در خانه است. میخواین برشون خبر بدم؟ ضرور نیست، بیازو منتظر ما بود. الیف جان خدا خسته نساز، کسی صدای ما را نمیشنوه. خداوند بزرگ است مادر، شاید کسی صدای ما را بشنوه. کسی صدای ما را میشنوه؟ تبت اما جانم. شما اینجا چی میکنین؟ در اصل معلوم است که این کار کی است. زود از اینجا بیرون شوین. حالا برین. شما از راه پشت سر بیرون شوین. خب تو چی میکنی؟ ما یک کار ناتمام دارم، میخوایم اون را تمام کنم. حالا شما از اینجا بیرون شوین. تبت کدام اشتباهی نکنی لطفا. درباره ما تشویش نکنین. زود باشین از اینجا بیرون شوین. حالا بریم. حالا بیاین مادر جان، زود شوین. صبر کنین، من کجا میری؟ فراموش کردیم، زود میایم. الیف تو کجا میری؟ ببینین این را در جای پنهان کرده بود. آفرین به تو. حالا دیگه حالا بیایی بریم. تو چی میکنی ها؟ تو مادر ما کشتی، قاتل! گوش کن، ما کسی را به قتل نرساندیم. دروغ میگی. ما در امنیت به گوشای خود شنیدم. یک مامور پلیس خودش گفت شما را دیده. گفت یک اسکر دیدم که جسد یک خانم در موتر خود انتقال میداد. تو بازو پلیس ها تهدید کردی. تو بودی اما تو نیست. تو مادر ما به قتل رساندی. گوش کن، گفتم کسی را نکشتیم. کدام دیوانگی نکنی. دیوانگی را تو کردی پدر. تو
از بین رفت. گپ بزن جنرال صبری کجاست؟ در منطقه بیکوزک فابریکه سابقه است. جنرال صبری را اونجا بردن. این پلان کی بود؟ این نقشه را کی کشیده بود؟ شما به عقلای دیوانا تا حال کجا بودین ها؟ اعلام کنین ایر از اینجا گم کنین، دیگه داخل نمانین. فهمیده شد یا نه؟ حسابی کار تخواد دادی، جزای تمام کارایت میبینی. چت نگو، گم شو. این ظلم از زمان تصمیم های 28 فوریه شروع شد. به خواست خداوند امروز به پایان خود رسید. اگه خواسته های ما تا امروز ساعت 5 عملی نشه و سفیان ولی زاده از زندان آزاد نشه، باز بسیار پشیمان خود شدین. کسی زنگ زده بود، جایش تثبیت کرده تانستن؟ شماره خاموش بود، تشخیص نشد جنرال صاحب. اینا مسلکی هستن، کاملا واضح است که از داخل کمک میگیرن. برای فعلا از دولت بخوایم که سفیان ولی زاده را آزاد بسازن، به خاطر که وقت بیشتر به دست بریم. همیاله با محکمه زنگ بزنیم، کارهای آزادی سفیان رو شروع کنیم.